بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت باز هم در مورد یک گناه بزرگ دیگری صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از زنا. زنا بدون شک یکی از گناهان بزرگی هست. در آیات متعدد، در احادیث متعدد قباحت و بزرگی این گناه را الله متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برایمان بیان کردند. الله متعال در سوره اسراء آیه 32 می‌فرمایند که ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. ای مسلمانان، شما به زنا نزدیک نشوید، چون زنا فاحشه بزرگ و راه زشتی هست. الله متعال در جای دیگری می‌فرماید که در صفات مؤمنین، البته اینجا الله می‌فرماید مؤمنین که ها هستند، عباد الرحمن، بندگان خاص الله که ها هستند. می‌فرماید والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی هستند که همراه الله هیچ کسی را صدا نمیزنند، هیچ کسی را نمیخواهند، هیچ کسی را نمیخوانند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و خون ناحق را نمیریزانند. ولا یزنون، از صفات دیگر مؤمنین این است که آنها مرتکب عمل زنا نمیشوند. الله متعال در سوره النور میفرماید که الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دختر زناکار و پسر زناکار را هر کدام آنها را 100 دره بزنید. ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله، در مقابل آنها شما را نرمی نگیرد در دین خدا، در اجرای حکم الله در دلتان نرمی با مجرمین پیدا نشود. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و روز آخرت ایمان دارید. البته این 100 دره را علما میگویند که این حد پسر و دختر غیر متأهل که ازدواج نکرده باشند، اگر مرتکب زنا شدن 100 دره زده می شوند. اما کسی که متأهل باشه و ازدواج کرده باشه و مرتکب زنا می شود، اگر زنای او با دیدن 4 شاهد ثابت می شود، در محکمه اینها شهادت می دهند که اینها دیدن، کاملا دقیق دیده باشند، اینجا این ازدواج شده های زناکار را شریعت اسلامی به سنگسار حکم میکند و محکوم میکند و سنگسار میشوند، رجم میشوند. پس زنا یکی از گناهان بزرگی هست، چون از صفات مؤمنان این بوده که به آن نزدیک نمیشوند، زنا نمیکنند و زنا را الله متعال فاحشه میخواند و او را راه بد و راه زشت میخواند. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، هیچ زناکاری در وقت زنا مؤمن نیست. در هنگام عمل زنا مؤمن نمیماند. در بعضی احادیث میآید که ایمان از او جدا می شود و بالای سرش رفته استاد می شود تا وقتی که ای توبه بکند باز پس به ای برمی گردد.
این وعید است، این وعید است و زجر و توبیخ است از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در حالت زنا ایمان او از او جدا می شود. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه. وقتی که کسی زنا می کند و یا شراب می نوشد، الله ایمان را از او چنان بیرون می کند که انسان کرته خود را، قمیص خود را از سرش بیرون می کند. همچنان در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. سه گروه، سه شخص، کسانی هستند که الله متعال در روز قیامت با آنها حرف نمیزند. ولا ینظر الیهم، و نه به سوی آنها میبیند. ولا یزکیهم، و نه آنها را پاک میکند. ولهم عذاب علیم، برای آنها در آخرت و در قیامت عذاب دردناکی است. کی ها هستند این سه شخص؟ شیخ زانین، شیخ زناکار، کسی که ازدواج شده، متأهل است، مرد بزرگسالی است یا زن بزرگسالی است، زنا می کند. الله با این در روز قیامت حرف نمیزند و سوی او نمی بیند، نظر رحمت نمی کند و همچنان او را پاک نمی کند. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است، فرمود که من گفتم، عبدالله بن مسعود میگوید که من گفتم ای رسول الله، از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند، ای الذنب اعظم عند الله تعالی، کدام گناه نزد خداوند خیلی بزرگ است؟ اینجا یک نکته است. در میان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی ها می آمدن پرسان میکردن که ای الاعمال احب الی الله، یا میگفتن که اخبرنا عن افضل الاعمال، ما هو افضل الاعمال، یعنی با صیغه های مختلف. بعضی صحابی می آمدن، بعضی یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکردن که کدام عمل بسیار افضل است، کدام عمل محبوب الله است. بعضیشان می آمدن پرسان میکردن که کدام گناه خیلی بزرگ است. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم مدرسه هستند، مکتب هستند، معلم بشریت هستند. این شاگردانی که در صنف جمع می شوند باید سوالهای مختلفی را ارائه بکنند، چون اینها برای بعدی ها دین می شود، شریعت می شود. باید تمام جوانب را مطرح بکنند. اینها سوال می کنند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جواب می دهند تا ما بیاموزیم که کدام اعمال نزد الله محبوب است و کدام اعمال نزد الله زشت است و گناه است. عبدالله بن مسعود پرسان می کند که نزد الله متعال کدام گناه خیلی بزرگ است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ان تجعل لله ندا و هو خلقک. بزرگترین گناه نزد الله متعال این است که تو همراه او کسی را شریک مقرر بکنی، شریک بگردانی، در حالی که الله تو را آفریده است، الله تو را پیدا کرده است، خالق تو الله است، اما تو میای یک مخلوق دیگر را همراه او شریک میگردانی. واقعا این گناه بزرگ است، این شقاوت عظیمی هست. عبدالله بن مسعود میگوید که فقلت ثم ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب این را دانستم که شرک بزرگترین گناه است، بعد از شرک دیگر کدام گناه بزرگ است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، این که تو فرزندت را قتل بکنی، از بین ببری و بکشی، به خاطر چی؟ از ترس این که فردا همراه تو میخورد. البته متاسفانه امروز هم تعداد یافت میشوند فکر میکنن که مثلا خانمش حامل است، 2-3 فرزند داره، اینجا در تلاش این است که والله فرزند بیاید از کجا مصارفی را من میتونم، خرج و مصرفی را از کجا میکنم. از این چیزها میترسه و در فکر این میباشه که باید
به یک نوع این جنین را از بین ببره. بدون شک اگر با این اندیشه و با این فکر کسی سقط جنین میکنه و جنین را با این فکر از بین میبره که والله مصرف ایرکی میته، فردا خوراک به کار داره، غذا و طعام به کار داره، اگر با این فکر جنین را از بین میبره بدون شک تحت این حدیث داخل میشود. چون خدایی که او را پیدا کرده، خدایی که تو را رزق و روزی میته، او را هم میته. خب گناه دوم را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که از ترس این که طفلش فردا میخورد و او را از بین میبرد. ابن مسعود میگوید که گفتم ثم ای، بعد از این کدام گناه بزرگ است ای رسول الله؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان تزنی بحلیلة جارک. بعد از این بزرگترین گناه این است که تو با خانم همسایت زنا بکنی. بدون شک زنا همش با هر کی باشه، با دور، با نزدیک، با همسایه و غیر همسایه، همش گناه بزرگ است، فاحشه است. اما با خانم همسایه این گناهی است که در ردیف شرک قرار میگیره. چرا اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسایه را خاص ذکر کردن؟ چون عموما همسایه بالای همسایه اعتماد میکند و این طرف اگر با خانم او زنا میکند یعنی اعتماد او را از بین برده است، به او صدمه بزرگی وارد کرده است. وقتی ما بالای کسی اعتماد داشته باشیم، خوشباور باشیم، از او اگر چیزی میبینیم این دیگه صدمه بزرگ است. به همین خاطر این گناهش هم بزرگ است. و دیگه بیشتر البته زنا در همسایه ها رخ میده، چون در دور عموما میترسه، نمیتونه رفته، زمینه مساعد نمیشه. اما همسایه چون رفت آمد میباشه، ضرورت هست یک وقت او چیز محتاج میباشه، میای خانه همسایش، این میره و رفت آمد هست. اینجا برقرار کردن این رابطه نامشروع نسبتاً آسان است از اینکه با دور صورت بگیره. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این راه را میبندند و این را گناه بزرگی در ردیف شرک ذکر میکنند تا مسلمانان، امتیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه باشند و با ناموس همسایه خود مرتکب خیانت نشوند. در صحیح بخاری در حدیث خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بدون شک خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چیزهایی که خواب میبینن او وحی است برای ما، مثل این است که در بیداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی را دیده باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من در خواب بودم و جبرئیل و میکائیل آمدن مرا با خود بردن. در خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم این حوادث را میبینند. میگویند من را بردن به یک جایی رسیدیم، دیدیم که یک تندور است. تندور جایی که نان میپزن. احمد جان تندور است نه؟ بله، تندور جایی که نان میپزن داخلش. تنور هم میگن. تندور یا تنور داخلش که نان میپزن، معروف است، نانوایایی که داخلش نان میپزن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که تنوری است. یک جایی رفتیم که تنوری هست، دهن این تنور تنگ است، خرد است، اما داخلش وسیع و فراخ است. عموما تنورها هم همین طور است، دهنشان خرد می باشه و داخلشان وسیع و بزرگ. این تنور دهنش خرد است و پایینش واسع و بزرگ است. میگه سر زدیم داخل این تنور را ببینیم چی است. وقتی که دیدیم میگه داخل این تنور مردان و زنان برهنه هستند و از زیر آتش میسوزه. وقتی که شعله های آتش، فواره های آتش بلند میآید، اینها را تا دهانه تنور بلند میکنه و اینها صدا میزنن، سر و صدا میکنن. وقتی که آتش کمی پایین تر میشود شدتش، اینها باز میروند پایین. باز وقتی که تنور آتشش فواره میزنه، باز اینها را در دهانه
این تنور میرسانه، باز وقتی کم میشه باز پایان میرن، همین گونه عذاب میشون. میگه از جبریل پرسان کردم، گفتم میگه که من هؤلاء یا جبریل، این زنان و مردان برهنه داخل این تنور در این وضعیت، اینها کیا هستند؟ جبریل گفت قال هؤلاء الزنات و الزوانی، ای محمد اینها مردان و زنان زناکار هستند. اعوذ بالله، العیاذ بالله، به الله پناه میبریم از این گروه ها. عطا ابن ابی رباح میگوید در تفسیر قول الله متعال که لها 7 ابواب، جهنم دارای 7 باب، 7 دروازه می باشد. عطا میگوید که اشد تلك الابواب غما و حرا و کربا و انتنها ریحا للزنات الذين ارتكبوا الزنا. جهنم 7 دروازه داره. میگه سختترین دروازه و متعفنترین دروازه جهنم و بدبوترین دروازه جهنم دروازه است که از او زناکاران وارد می شوند. سختترین، بدترین، زشتترین و متعفنترین دروازه جهنم که از او زناکاران وارد می شود دروازه زناکاران هست در جهنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرماید که ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل فی فرج لا یحل له. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هیچ گناهی بزرگتر بعد از شرک، هیچ گناه بعد از شرک بزرگتر نیست از این که یک انسان نطفه خود را در فرج بگذارد که او برایش حلال نیست، یعنی کسی که زنا بکند. هیچ گناه بعد از شرک بزرگتر از زنا نیست. همچنان در روایت دیگر می آید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که و این فی جهنم وادیا، در جهنم یک وادی است، اسمه جب الحزن، نامش هم جب الحزن است، چاه غم، فیه حیات و عقارب، در این چاه غم چی است؟ مارها و گژدم هاست. کل عقرب بقدر البغل، هر گژدم به اندازه خچر هست. خچر ما بین اسب و خر، اکرمکم الله، ما بین این دو حیوانی است. یعنی هر گژدم به اندازه یک خچر بزرگ است. لها 70 شوکه، که این گژدم 70 خار دارد، در برش 70 خار میخ دارد. فی کل شوکت راویت سم، در هر خار این یک مشقیزه از زهر است. چی میکند این گژدم این خارها و این زهرها را؟ میگه با این شاخها، با این خارها، با این نیشهایش میخلد و میزند هر مرد و زن زناکار را، تا اینکه تمام اون زهر خود را در مرد و زن زناکار فرو میبرد. واقعا زنا گناه بزرگی است، گناه از گناهان بزرگی است که در ردیف شرک و در ردیف قتل اولاد و در ردیف اینها ذکر می شود. الله متعال تمام کسانی را که به این گناه مرتکب شدن، آغشته شدن، توفیق بدهد که توبه بکنن، از این گناه بزرگ توبه بکنن تا خود را از چاه غم در جهنم نجات بدن، از او دروازه‌ای که زناکاران وارد جهنم میشوند از او نجات پیدا بکنن. البته این گناه بزرگ در زنا است که زنای حقیقی و واقعی که با شرمگاه صورت میگیرد. اما زناهای دیگری که با دست صورت میگیرد، با چشم صورت میگیرد، با پا صورت میگیرد،
اینها را هم الله متعال در مورد آنها میفرماید که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. کسانی که مرتکب زنای دست میشوند، لمس میکنند، زن نامحرم را دست میکشند، میمالند، یا با دهنشان مثلا بوسه میگیرند، یا با پاهایشان به سوی زنا میروند، تمام اینها در روز قیامت علیه انسان گواهی میدهند. دست گواهی میدهد که تو با من فلان زن نامحرم را لمس کردی، دست کشیدی. زبان گواهی میدهد که تو با من با فلان زن زنا کردی. پاها شهادت و گواهی میدهند که تو مرا به سوی فلان زن بردی تا با او زنا کردی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که لکل بنی آدم حظ من الزنا، هر بنی آدم برش یک سهمی، یک حصه از زنا هست، یعنی مرتکب زنا می شود. چطور؟ فالعینان تزنیان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که دو چشم زنا می کنند. درست است که اگر کسی زنای مباشر را نمی کند با شرمگاه را، اما با چشم بعضی‌ها زنا می کنند وقتی که نامحرم را می بینند. زنای چشم چی است؟ زناهم النظر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دیدن نامحرم زنای چشم است. و فرمودند والیدان تزنیان، دستها زنا میکنند. زنای دست چی است؟ گرفتن، لمس کردن. و رجلان یزنیان، پاها هم زنا میکند. زنای پا چی است؟ زناهم المشی، رفتن به سوی گناه و زنا. و الفم یزنی، دهن هم زنا میکند. زنای دهن چی است؟ فرمودند و زناه القبل، بوسه گرفتن زنای دهن هست. و القلب یهوی و یتمنی، قلبم میلان میکند، خواهش میکند. این زنای قلب است. و شرمگاه این سلسله را انجام میدهد یا متوقف میشود. یعنی اگر انجام داد که گناه بزرگ شد، زنای واقعی صورت گرفت. اگر شرمگاه اجازه نداد و متوقف شد، این گناه های با دست و با زبان و با دهن و با پا و با چشم صورت گرفته است که الله متعال همه ما شما را از این گناه بزرگ نجات بدهد، حفاظت بکند که حداقل در این گناهانی که خرد است متوجه اینها نیز باشیم. چشم خود را حفظ بکنیم، دستان خود را حفظ بکنیم، پاهای خود را از زنا حفظ بکنیم. و کسانی که دچار این مرض هستند، دچار این گناه بزرگ هستند، الله آنها را توفیق نصیب بکنه و توبه بکنن، به سوی الله متعال برگردن. حالا هم دیر نشده است. قبل از مرگ ما اگر یک قدم عقب بیاییم، توبه بکنیم، الله متعال توبه ما را میپذیرد. الله همه ما شما را از پاکان بگرداند و برای ما پاکان را نصیب بکند و از گناهی مثل زنا همه ما شما را محفوظ بدارد تا قسمت بعدی، تا گناه بزرگ بعدی. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.